حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم. امروز میخوایم یه جاده‌ای بریم که فکر نکنم تا حالا کسی ازش ولاگ گذاشته باشه و مطمئناً هم بعدها شاید به این زودی ها کسی نزنه. ساختمونی که جلوی ما میبینیم کاشف السلطنه لاهیجان، مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران. این داخلش موزه چای ایران هم هست. خیلی قشنگه. ولاگشو قبلا گذاشتم، میتونین تو پلیلیست شهر لاهیجان پیداش کنید. خیابون روبروی ما هم که میره به بام سبز. امروز جمعه 29 فروردین ماه، ساعت حدود 9:38 دقیقه. میخوایم از جاده سرچشمه بریم به سمت اتاقور و حملش. یه جاده قشنگ فرعیه تقریبا دیگه، اصلی نیست. مطمئنم کسی تا الان بلاگ ازش نذاشته، اولین بار. خیلی جاده قشنگیه با مناظر چایی و نه. بریم با هم. راستش امروز تصمیم گرفتم برم جاده اشکور فیلم برداری کنم، یه جاده متفاوتم تو راه بگیرم، دوستان استفاده کنن، لذت ببرن. این منطقه اسمش کوبیجاره، یکی از دیدنی ترین جاهای لاهیجان تو همین مسیره. الان بریم بهتون نشونش میدم. حتی خودشو که نشون نمیدم، ورودیشو بهتون. این کوه تقریبا هم این کوهی که تله کابین بهش میرسه. الان مناظر چایی رو نمیدونم میبینی یا نه. اون دقیقا روبروی ما تمام اون تپه همه تپه چاییه. میریم جلوتر یکم نزدیک جاده هم میاد. اینم کارخونه چاییه. الان عطری ازش نمیاد. اگه کار میکرد اینجا الان جلوش نیسان و اینا چایی بود. معلومه هنوز کار نکرد. معمولا از 10 اردیبهشت به بعد کار میکنن. هنوز شروع به کار نکرد. روستای سرچشمه که میخوایم ازش رد بشیم یکی از زیباترین، حتی روستای دیگه هم هستش مثل سطلسر و اینا میریم به اسمشون یادم نمیاد، چون من از این مسیر اتاقور 2 بار رفتم خودم. سرچشمه رو یادمه چندین بار رفتم، خیلی قشنگه. روستای چای، روستایی که تقریبا همشون چای کارن. خیلی قشنگی منظرش. یکی از جای دیدنی لاهیجان به جز روستاهاش که تو مسیر مزرعه قوهاست. نمیدونم شنیدین یا نه، جادهش یه خور ناجوره. مزرعه قوها یه بلاگ هم قرار ازش بگیریم، قسمت نشد بگیریم. تو همین مسیره، یعنی خواستیم برین چیز از خیابون کارگر باید بیاین سمت دست راست بام سبز و تو همین جاده بیافته. الان ورودیش تابلو داره. ما همیشه به دوستان توصیه میکنیم جاده های فرعی و اصلی هم نباید چی کنی، این فرعی ها رو یواش بیاین. حالا میبینین سگو یهو میاد جلو، مخصوصا اینجا روستا حیوان اهلی وحشی. اینا تابلوی مزرعه قوها رو دست چپ مثلا، ولی جاده دست راسته، از اینجا باید بریم. این بر به سوستان هم راه داره، تالاب سوستان. میخوام بریم سمت حملش. اون تپه چای میبینی، خود یواشتر برم، نور داره میخوره بهش، آفتاب خیلی خوشگله. دست چپ ما همه مزرعه چای. همیشه به دوستان توصیه کردیم جاده‌های فرعی رو با احتیاط بیشتر یواشتر برین. یه خورده
خطراتش زیاده. چایا تازه قنچه کردن. طلایی شدن، خوشگل، نور میخوره طلایی رو. بهترین چایی هم که میدونین چای بهار است. درست اولین تولید کننده چای ایران لایجان بوده، ولی بیشترین چایی تو عملش تولید میشه. مزارع چای زیادن. طرفای لایجان خیلی هاشو خوش کردن، ساختمون سازی کردن، یا مثلا دیگه صرف نمیکنه. قیمتش نگهداریش دردسر نداره، ولی چیدنش دردسر داره. بعد پولش نقد نیست. مثلا همین سعی میکنم مثلا اون زمان رو بذارم اون کارهای دیگه بیشتر جواب میده. اینجا کتشال نوشته بود، تست رایگان چای. این کارخونه چای تو مسیر تعداد زیاده. الان دست راست من کارخونه چای. دیروزم بارون بود، دیروز تا ظهر بارون زد. هوا امروز جذابه. برای سرچشمه باید ما بریم دست چپ. خود شیب جاده زیاده. دست چپمو یه روز وقت میشه دوباره فیلم میگیرم براتون. قشنگ تپه‌های چای خیلی خوشگله. اینجا تو واقعا خالی. حالا که تو ویدیو مشخص باشه. خواستین عکس بگیرین اینجا رو میتونین پیشنهاد کنم بهتون بیاین. البته هم هست. جمعه یه خورده الان ساعت مثلا 9:10 الان یه خورده خلوت هست. معمولا بعد از ظهر الان میریم تو مسیر دو سه تا چیز هست. دو سه تا این خانوما آقایون محلی درست میکنن، چای تخم مرغ اینا میدن. مثلا این بعد از ظهر اینجا یکم شلوغ میشه. اتاکو اینا هم از همین مسیر میرن. این سطلسره. این خورده اسمش تلفظ سخته. شاید من سطلسر سریع باید بگید توپق نزنید. اینجا هم جز روستای قشنگی. چای میبینی این بوتای چایو قشنگ طلایی هست. نور طلایی هست. جلو میری قنچه‌ای تازه باز شده است. این روستای سرچشمه چای دستیش هم خیلی زیاده. مثلا تا چند وقت پیش میدادم به کارخونه، حالا اطلاعی که من دارم مثلا تو خونه فل گذاشتن، خودشون صورت قدیمی سنتی خوش میکنن، کیفیت چای خب بالاتره. یه خورده دستی ها گرونترن، تقریبا میشه گفت قیمتش 2 برابر معمولی است. الان یه چای خوب بهاره 1404 که نداشت، 1403 دوروبر 270 300 دیگه. پرش خیلی گرون بخواد بده بهترین نوع سرگل و چی میگه اینا دیگه 350 تومن که من ندیدم باز اینجا. 300 تومن هولوش میچرخه.
چای خواستین در خدمتتون هستیم، براتون ارسال هم میکنیم هر جا. کافیه به تلگرام و پیام بدید، خلاصه براتون جور میکنیم. کسی که چای ایرانی بخوره 2-3 بار ببخشید 2-3 بار چای بخوره دیگه محاله چای خارجی بخوره. یه کارخونه چای دیگه هم جلوی ما هست. من بابام کارش 15 ساله فروش چاییه، تقریبا چایی ها رو میشناسیم. چای کیسه ای، چای اسانس اینا نمیدونی بخوری، توصیه میکنم شما امتحان کنید. جای قبرستون مانند دیدیم امامزاده است، خیلی ویوش قشنگه، برنج، مزه برنج دارم درست میکنم، من دید دارم. این قسمت من 2-3 بار اومدم، سگ یهو میاد، گله‌ای هم میاد، رعایت کنید. انشالله که تجربه برخورد با سگ رو نداشته باشین، مثلا ماشین رو داغون میکنه. واقعا این مسیر یکی از مسیرهای زیبایی اصلا استان گیلان بگم، چون دو طرف چایه. ولاگ چیز ما رو هم نگاه کنید اگه دوست دارید، این مناظر چای، ولاگ رانکوی املش سرچ کنید میاد، تو پلیلیست املش هست، اونجا هم همینجور مزار چاییه. اونجا هم خیلی قشنگ بود. گرک رود اگه اشتباه نکنم، رانکور گرک رود، اینجا رو دقیقا هم پارسال بهار ما رفته بودم ولاگ گرفتیم، هم تو فروردین ماه بود. مسیر فکر کنم هلوش 30 کیلومتر باید باشه، 20 کیلومتر، چون یه خورده پیش خورده سراشیبی داره، یه خورده بیشتر به نظر میاد. موقع عید رنگرود اینا خیلی ترافیک میشه، برای یه گزینه خوبیه واسه کسایی مثل من حوصله ترافیک ندارن. بس عجله داشتن نیست، اینجا عجله داشته باشی میبینی که عجله نمیشه کرد، حوصله نداره اینجا وایسه، میتونه از این مسیر. جاده‌ش هم جالب، بد نیست، جالب هم تفریحی باید بیاین دیگه. جاده کوهستانی در روستایی. امروز میخوایم بریم جاده اشکبر فیلم بگیریم، خیلی وقت از اشکبر فیلم نذاشتم، این فیلم خوب نذاشتم، بریم ببینیم چه خبره. متاسفانه وید سیل زد، جاده رو آب برد. میخواستیم فروردین برم، یعنی فروردین هست، منظورم تو 13 روز عید برم که جاده نداشتن، واسش ترسیدم، چون که 2 تا کشتم داد به خاطر ماشین آب برد. متاسفانه اینجا شالیزار پلکانیه، ایران پلکانی کم پیش میاد، معمولا همسطن. برنجایی که بالا دسته، این توضیح یادم رفت بگم، تجربه بابامه، چاییایی که بالای کوه، منظور که ارتفاعه، چون مرکبات نمیکارن، مرکبات بعضیشون نیاز به سمپاشی داره یا جلوی بارون رو میگیره، نمیذاره چای خوب بارون بخوره. کیفیت چای توی کوهپایه ارتفاعات بیشتره، کیفیتش حدش بهتره، تقریبا بوته چای همشون یکی هن، یک گیاه، اسم گیاهش یادم رفت چیز انگلیسیش دیگه. بالاتر چون بارون بیشتر میخوره، صبح شبنم میشینه روش، تمیزتر و کیفیتش بالاتره. واسه همین این چای سرچشمه یه کیفیت خیلی خوبی داره، یا مثلا چای رانکو کیفیتاشون خوبه، بستگی به چیز کارخونه‌ش هم داره، چه جوری دستگاهاشون، فرایند تخمیرشو، مالششو. ولی
در کل بیسش باید خوب باشه که چای خوب در بیاد. حالا چای خارجی الان کیلوی 700-800 تومان، 1 تومن باید باشه. دوستان میگن چای اون مثلا یه قاشق چای خوری میریزی رنگ میده اون رنگ دیگه، مثلا شما هیچ گیاهی رو طبیعت نمیشه اونقدر رنگ بده. یه چیز گیاهی مثلا نعنا، نمیدونم دمنوش، گلگازبون، نه هر چی شما بخواید دم بدید یه رنگ منطقی میده دیگه. شما یه چای یه قاشق چای خوری کوچولو یه قوری رو رنگ میده، این وسط غیر عادیه. چای ایرانی به ازای هر نفر یا هر لیوان یه قاشق، نهایت قوریش 3 تا قاشق جا میگیره، بیشتر نمیریزن. بعد یه ترفند دیگه ای هست که شما میگیم، مثال میگن دم میکشه چای ایرانی 20 دقیقه باید دم بکشه، شما میتونین 20 دقیقه رو به 10 دقیقه برسونید. چجوری؟ این یکی که منظره زیبای این مسیره، چون جای نشستن اونا هم هست. شما میتونین تا این آبو جوش میاری این قوری رو با توش چای خوش بریزین، رو قوری بذارین، رو کتری رو کتری بذارین، همزمان تو اون 10 دقیقه اون آب جوش بیاد قوری داغ میشه. یعنی شما مرحله آبو که میریزین این میره برای دم کشیدن دیگه، نیاز نیست مثال میگم 5 دقیقه 10 دقیقه بمونه، یا شما مثلا آب اضافه کردین به کتری یه زمانی برای داغ شدن خود قوری مصرف بشه. اینجوری شما دقیقا زمانتون نصف میشه، یعنی تو 10 دقیقه چایتون آماده است. این روستای زیبای سرچشمه و منطقه گردشگری عطاپور. مردم باحالی داره، من باهاشون برخورد کردم. این دست چپمون میره عطاپور، چیزی که من اطلاع دارم یه چشمه معدنی نام داره. اینجا کارخونه چای هم 4-5 تایی هست من دیدم. این مناظر رو فقط باید نگاه کنید، من فرصت بشه براتون فیلم بگیرم. خودم با اینکه بچه همین اطرافیم 3-4 بار اینجا این حاج خانم و یا حاج آقایی نمیدونه محلی کلبه پام چای میتونیم بیا اینجا کاکا و کشتا و چای و تخم مرغ و اینا بخوریم. آش هم فکر کنم داره. دوستان من تفریح مسئولات مشروبشون دید داشت. داشتم چی توضیح میدادم؟ شاید که گفتم بچه اینجا هستم، با اینکه 2-3 بار بیشتر اومدم و باز میبینم لذت میبرم از این منظره. اینم جیپ روسیه، این جیپ روسیه پلاکشون دیدین؟ پلاک ایران قدیمی، نه بیمه دارن نه بیمه که ندارن، پلاک هم که نداره، هیچی نداره، اینا فقط برای حمل چای استفاده میکنن. ما بچه بودیم جاده اشکبرات ساخته نشده بود، با این جیپ ها میرفتیم اشکبر، چون ماشین های چیز نمیرفتن. حاج خانم تو این روستا اومدین سعی کنی احتیاط کنین، بچه میاد 2-3 بار به من پیش اومده، بچه داره بازی میکنه روستاست دیگه، یهو ناخودآگاه میاد ریسی. دوستان کامل میذارن چرا توضیح میدی؟ من توضیح رو دیگه که دوستان هم میخوان شما میتونید صداش قطع کنید، آهنگ خودتون رو پلی کنید، چون هم ما کپی رایت اذیت نشیم، هم دوستانی که توضیح نیاز دارن استفاده کنن. به حال تجربه ما هم ثبت میشه.
روستاهای با کلاس حساب میشه. خانواده هاشون ماشیناشون در خونه ماشین داره، بعضیشون هم 2 تا ماشین داره. سرچشمه به چای معروفه واقعا. کارخونه های زیاده. الان 2 تاشو رد کردیم، بازم فکر کنم 2 تا دیگه هم هست. صدای پرنده هم میاد. یه ولاگی از سرچشمه برای پیج چیزمون گرفتیم، آشپزی. شاید اینجا هم آپلودش کردم یا 2 مجدد اومدم گرفت. من خونه هر کی میرفتم میگه اجازه میگرفتم تو خونهشون مثلا حیاتشون فیلم بگیرم، همشون اجازه میدادن. خیلی برخورد محترمانه. گفتم بیا بالا بیا. یه بومگردی هم اینجا داره جلوتای خونه، بومگردی. کارخانه چاییه، دست راست کارخانه چای. خود اسمش سرچشمه است. بومگردی الان اینجا دست راست ماست. من اسمش رو میتونم بخونم، سرچ کنیم. مرحوم بشارتی مقدم نوشته. من نمیدونم اجاره میده یا نه، ولی قشنگ ثبت و پلاک همیشه داره. کافرم تازه دادم، من ندیده بودم. میرسه برش اسم روستاشو یادم رفت. فکر کنم به سوستان اینا راه داشت. ما مسیرمون این سمت. اونورم قشنگ بود، یه بار رفتم من. اسم روستاشو یادم رفت.
من یه روز ماه محرم نبود، سفر بود تاسوعا آشورا نه، یه دونه دیگه بعدش از 40 بباشید 40 اشتباهی من این مسیر بالا رفتم. رسیدیم به یه جایی که مسجد بود، دیگای بزرگ گذاشته بودن داشتن غذا میدادن. کل محل و محلهای اطراف هم بکنم اینقدر ماشین جا بود روستان ورودش دیگه راه نداشت. عطر غذا کاه بیجاره اینجا نوشته بود، پست بانک هم داره. عطر غذاش مدام مست میکنه. این دایی جان چیزای نظریش، غذای نظریش مدام قیمه میدن و دست پلو با شیرین خورش. شیرین خورش دا تلفظ بد خوندین، بد شنیدین، شیرین خورش. آلو قیسی و یه آلوی چیزو با این کشمش و با مرغ و پیاز زیاد سرچ کنین میاد تو اینترنت. غذای شیرین دوست دارین، خود شیرینه، میتونین امتحانش کنین. جزو پلو نظریاشونه. خیلی هزینه هم داره، چیز ساده ای نیست. پیاز زیادیه. مثال میگم برای مثلا 2 نفر شاید 1 کیلو پیاز مصرف بشه، سرخ بشه قشنگ. طرفای عشق ورقی ما میخوایم چیز ما قیمه میدن، قیمه با گوشت زیاد. یعنی شما قاشق میزنی قیمه بیشتر میاد تو چیز، تا لپه و چیز. انگار خوراک گوشت داری میخوری. یاد عروسی‌های قدیم بخیر. من چند کلیپ براتون بذارم از عروسی‌های قدیم. الان هم میگیرن جدیدن، یه خورده تالار اینا گرون شده، یه خورده هزینه ها رو کم کنن نصف قیمت در بیاد تقریبا. هم تو روستا میگیرن. چه صمیمی بود. روستاهای یه روستا معمولا همه با هم فامیلن. این با خواهر اونه، اون با مادر چیز با داداشون ازدواج کردیم، پسر عموی اون دختر عموی، همه با هم ازدواج کردن، واسه این فامیلن با هم. روستای اطراف هم چون باز فامیلن میان. بعد چون از محله ها میان یا مثلا تو حیات و توی محوطه‌ای تو روستا مشخص شده اونجا بگیرن. روستا شد دقت نکردم چی بود اون سمتی، ما مسیر اون این بر شلوغ میشه. بعد مثلا زور میگیرن، بعد غذا خوردنشون ایستاده است. مثلا چون تعداد زیاده، حالا چند سالی بود مثلا ظروف کرایه مد شده بود، تخت کرایه میکردن. قبلا هم مسجد می آوردن، من یادم بچه بودم واسه اینکه سریع غذای نفری بعدی بخوره و اینا تخت میذاشتن ایستاده میخوردن. معمولا اول آقایون میخوردن، معمولا اینجوری بود. بچه‌ها رو مثلا با چوب، من دوستان یادشون میاد با چوب مثلا میذارن بچه‌ها آخر سر اینجوری. نمیدونم چرا این کاری میکردن. بچه‌ها دلشون کوچیک‌تره، زیادم که نمیخورن. شاید احترام به بزرگتر منظورشون بود. ولی اگه مثلا بزرگترت بود میتونستی کنارش بخوری، یا مثلا ما میشستیم پایین میخوردیم رو میله. یه صفا صمیمیت چیزی بود، چشم هم چشمی نبود. نهایتش مثال میگم، مثلا خنده‌دار شد. نهایتش تازه ما شده بود که مثلا یه آدم تو یه خلال دندونم توی یه پلاستیکی میذاشتن با یه دستمال کاغذی کنار بشقاب. مثلا این اوج با کلاسی و اینا بود. همه چیز صمیمیت بود، چیز نبود تالار من فلان باشه، فلان دیجی باشه. مثلا اون قدیم که برق هم نداشت، حتی با تشت می‌زدن. تشتنی اسمش بودن، چیزی نقاره ما میگفتیم. بعدش داره چیز شده بود، برق اومده بود، ارکستر رو می‌آوردن ارک می‌زدن.
یادش بخیر. میام الان تک و توک میگیرن ولی دعوت محدود شده. مثال میگم مثلا روستا جمعیتش 200-300 نفر بود، مثلا یارو به 500 نفر 600 نفر غذا میداد. هم فامیل عروس بودن، راه دور میومدن، روستاهای اطراف بودن. بعد مثال میگم الان مثلا شما عروسی بگیرن، مثلا میگن شما خود بخوای بری حساب کتاب میکنی، میگی من میرم با خانومم مثلا پرس غذا 500,000 تومان، 600,000 تومان، 2 تا 600 تومان میشه 1,200 مثلا 1,500 2 میلیون اینا میذارم. اون موقع اینجوری نبود. اون موقع مثلا یارو گاو میکشت، مثلا 5-6 تا گوسفند میکشت. اینطور ما بهش میگیم ولیمه. حالا شما اصطلاحش چیه؟ فقط بخورن، کیف کنن، شاد باش جوری. بعد مراسمش چیز نبود، فقط یه دونه نهار هم نبود. یعنی شب قبلش هم تو خونه عروس هم تو خونه داماد بزن و برقص بود. انبلانسرا روستای انبلانسرا، شاید درست مونده باشم. اینجوری بود. شب قبلش عروسی جشن میگرفتن بزن و برقص. مثلا روستا محلی های حالا توی یه روستا بودن، هر فامیلای نزدیک داماد، دوستاش، همسایه ها. باید یه فیلمی کلن ببینین تا چیز کنین. چیزای جالبی بود. حالا مثلا شب قبلش مثلا عدس پلو بود، مثلا چیز ساده بود، مثل نهار مثلا مفصل نبود، ساده. فقط مثلا چی کنن، ولی صمیمیت، مهم اون صمیمیت بود. ما رسیدیم به کومله. اینجا کومله است. دست چپ میره به سمت اتاقبر و لنگرود، دست راستمون هم میره به کومله. ما بلاگمون رو تا املش بکنم بتونیم ادامه بدیم. الان میبینیم این بالا تابلو این جاده این برد. بازار از اتاقور من ولاگ 5 شب بازارشو گذاشتم. جالب بود. بازارش بزرگ نیست ولی جالب، قشنگ. همه میشناسن، باحاله. کوچیکه دیگه. جا جز لنگروده. اتاقور جز لنگروده. و لاتلیل هم گذاشتم. ولاگ گردش تو لاتلی. این 5 شب بازار همین تپر ما اومدیم دست راست ما یه پرایدی داشت می اومد همونجا بود. من ببینم رد شد. ما دست چپ میریم به سمت حملش. نوشته رانکو، رودسر، رحیم آباد، حملش. عروسی میگفتم. این صمیمیت خاصی بود، یه سنت بود، یه فرهنگ بود. باش بزرگ شدیم دیگه. الان یارو دعوت میکنه آقا برو تالار میری ساعت مثلا 9 میرسی. هیچی، اونا باز خودشون میرخصن. آقایون که معمولا میشینن اونجا خیار پوست میکنن. داداشم میگفت عروسی یاده شیرینی دانمارکی و خیار و سیب. بعضی عروسی میدی با هم گاز میزنی، عطر عروسی میدی. برامز که برنج خیلی جدی تره. بعد یادش بخیر دیروز
پشت پراید نوشته بود بزرگ شدن رویایی بود که نباید آرزو میکرد. این گلای شقایق میبینی اینجا کنده سره، شقایق رو میبینی خیلی خوشگله، کل گیلان در اومده. اصل اینا تو جاده اسالم خلخاله. انشالله ما یه بلاک قراره بریم اونجا. این شقایقایی هست که اندازه 2 تا کف دست منه. معمولا اردیبهشت در میاد چون اونجا یه خورده سردتره. اسم من امسال یه خورده زودتر اینا در اومدن، نمیدونم شاید من اشتباه کنم. بسی جاده املش به رحیم آباد. من آخرین بار چیز اومدم، این واسه ولاگ بازار عید املش اومدم، خیلی داغون بود، واقعا داغون. فکر نکنم تو گیلان بدتر از اون جاده باشه. انشالله که آسفالت کنم، بعید میدونم چون پارسال هم جالب نبود. شیش میم لنگروده، کل شهرستان لنگرود. 56 واو مال املش. 56 سال 76 واف هم مال شهرستان رودسر. از چابکسر تا شلمان. چیزای برنج رو میبینی خزانه گرفتن چون توم بیجار چیزی. خالمینای چیزی ما خودمون برنج نداشتیم، خالمینای چیزی دیگه میگفتن که تو ذهنمه یه کلمه متفاوت تره. ما جزء فکر کنم تنها شمالیایی هستیم نه درخت پرتقال داشتیم، نه چایی داشتیم، نه بیجار. حتی الان باباینای خود کشاورزی دارم، اشکبر، بالگاز زبون اینا داریم، فندق هم داریم. منظور که بچگیمون با کشاورزی زیاد نگذاشت. نه اینکه کار نکنیم ها، 19 سالگی کار میکرد، من توی کشاورزی نمیکرد. من بابام بازاری بود، با بابا میرفتیم بازارا. مثلا این به بازار علاقه دارم، یادآور خاطرات برام، مخصوصا تابستونا میرفتیم بازار. عیدا دم عید بساط میکردیم. بچه پولدار نبود. جادهش طولانی شد. اون یادم رفت بگم اون جاده رو دارین میایین شما سعی کنین گوگل مپ بزنین، چون دیدین که من چون دو بار اومدم جاده رو بلد بودم. یه خورده فریاش نسبت به چیزاش بزرگه، ممکنه اشتباه برین، مخصوصا شب باشه ممکنه تفکیک نکنید. گوگل مپ بزنید اشتباه نکنید. از اون جاده میزنید بزنید اتاق ور بهتون نشون میده. سر پیچ صفت نمیشه. اینجا تو این فصل میبینید نیسان و جیپ روسی و جیپ کایم و اینا میاد بیشتر. نکرده چیزی پیش بیاد زیاد ساده نیست. از جای دیدنی املش هم حالی داشته. همین رانکوه منطقه تابستان نشینه، بلاک تابستان نشینی گذاشتم براتون، میتونین نگاه کنید. این بلوردکانه، لاتلی بلوردکان. این بلاک اینم گذاشتم براتون، میتونید سرچ کنید بیاین. دوباره باید بگیرم اسم میکنم بهتون بهتر باز میشد نشون داد. خواستین سرچ کنید ببینید.
وانتیا وای میسن به خاطر 2000 تومان ارزونتر یارو حاضر هستن بزنه به این دست چپ میره به املش. این میدون املشه، میدون هالیدشت املش. دست راست میکنم باید بره هالیدشت. من تا الان نرفتم، اونم باید برم بلاگشو بگیرم. خیلی قشنگ ولی دیدم. پیج اینستاگرام املش میذاره. ما تقریبا بلاگو باید همینجا تمومش کنیم، این خود طولانی میشه، دوستان اذیت میشن. من رانندگی از چیزم گذاشتم، از رحیم آباد به املش. اگه علاقه داشتید دوست داشتید میتونید نگاش کنید، تو پلیلیستش املش هست، سرچ هم کنید میاد. بزنید جاده رحیم آباد به املش. جاده داغون، واقعا داغونه، خیلی داغونه. یعنی شما هی با بندازید دو حصه همش داغون. امیدوارم لذت برده باشین. ببخشید زیاد صحبت کردم، نیاز به توضیح داشت. این دوربین استراحت کنه برای جاده اشکبه، به خود جادهش طولانی تره. اون بلاگ هم حتما نگاه کنید، لایک و کامنت و حمایت فراموش نکنید. ما که دوستتون داریم. روزتون بخیر.